شین اسپلین دردی که در قسمت پایینی ساق پا رخ میده و امروز میخوام 3 تا حرکت معرفی کنم که ریسک این آسیب رو کمتر میکنه. بزن بریم. سعی میکنم که به یه قسمتی تکیه بدم، حدوداً 20 تا 30 سانت بیام جلو و سر پنجه پامو به سمت بالا فشار بدم به این شکل. لازم نیست که با فشار خیلی زیاد این کار رو انجام بدم. قسمت قدامی ساق پام درگیر میشه. حرکت دوم، سعی میکنم لبه یه سکو وایسم، دستم رو یه جایی سکون میکنم که تعادل داشته باشم، سینه پا رو لبه سکو قرار میدم و پاشنه رو به سمت بالا و پایین حرکت میدم. حرکت سوم که یه نوع وارماپ هم محسوب میشه، سعی میکنم ساق پامو بالا نگه دارم و سر پنجه‌ام رو به جلو و دوباره به سمت بالا حرکت بدم. قسمت خلفی و قسمت قدامی ساق پام شروع میکنه به درگیر شدن و یک مقداری اون ناحیه گرد میشه. البته عوامل دیگه هم هستن که میتونن تاثیرگذار باشن که میشه به فرم اشتباه دویدن و همینطور مناسب نبودن فشار تمرین نسبت به توانایی شخص اشاره کرد. اگه این ویدیو براتون مفید بود میتونید دکمه سابسکرایب رو فشار بدید.